سلام، امیدوارم که خوب باشید. این آشی که توی فیلم میبینید آش سماقه، خیلی خوشمزه است ولی خب ترشه. اگر طرفدار غذاهای ترش هستید حتما امتحانش کنید. اول با پیاز ادویه ها رو تفت میدن، یه مقدار هیرستیر بهش اضافه میکنن، بعد حبوباتی که از شب قبل گذاشتم کاملا خیس خورده رو و حالا آبش رو چند بار عوض کردم بهش اضافه میکنم، به اضافه سبزی آش که خب همون سبزی معمولی آش هست و آب میریزم توش، آب جوش، و میذارم تا یه خورده اینا بپزن. بعد از اینکه این مرحله انجام شد، سماق‌هایی که از 2-3 ساعت قبل، اینو سماق‌های نکوبیده یا آسیاب نشده هستن، با 1-2 لیوان آب گذاشتم تا کاملا عصارش در بیاد. یه مقدار با دست بیشتر فشارشون میدم تا کامل اون عصارش در بیاد. اصافی رد میکنم و به آش اضافه میکنم به اضافه عدس و لبو. برای اینکه رنگ بهتری داشته باشه میتونید پودر لبوی خشک هم بهش اضافه کنید، خیلی خوشمزه میشه و خوش رنگ. و در نهایت هم رشته. امیدوارم که درست کنید و لذت ببرید.